ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марзуна Шарипова. صبح امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری به وادی رشت جهت شناسایی با وضع زندگی مردم و افتتاح یک قطار انشاءاتی نو به ناحیه تاجیک‌آباد تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی ناحیه تاجیک‌آباد پیشوای ملت را ساکنان مهمان‌نواز ناحیه گرم و صمیمی استقبال نمودند. 25 ایونی سال 2019 در روز دویم سفر کاری به وادی رشت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت شناسایی با وضع زندگی مردم و افتتاح یک قطار انشاءات نو به ناحیه تاجیک‌آباد تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی پیشوای ملت را ساکنان مهمان نواز ناحیه گرم و صمیمی استقبال نمودند. السلام ای پیشوای و راهنما، خوش آمدی. بر دیار تاجیک‌آباد چون صفا خوش آمدی. از قدومت نور میبارد برای این دیار، خاکی پایت توتیا بر چشم ما خوش آمدی. ما هر یک نفر این دیاری مهربان، از خور تا کلان، از پیر تا جوان، امید و آرزوی دیدار مبارک شما جناب عالی را همیشه در قلب پروریده، به شما همچون صاحب، همچون پشت و پناه، فریادرس و تکیه‌گاه، غمخوار و غم شریک و حامی بختاور اعتماد و اعتقاد داریم. خوش آمدید پیشوای معظم ملت به ناحیه تاجیک‌آباد. شما را تقدیم باشم. سلام پیشوای تاجیکان خوش آمدی، از سلام مرد میدانی زمان خوش آمدی، از سلام مرد میدانی زمان خوش آمدی. بر دیاری تاجیک‌آبادی پر از مهر و وفا، بر دیاری تاجیک‌آبادی پر از مهر و وفا. مرحبا وصفی تو در بیردی زبان خوش آمدی، مرحبا وصفی تو در بیردی زبان خوش آمدی.
چشمان شهلا داره گل دختری تاجی که با عجب گفتاری زیبا داره گل دختری تاجی که با عجب چشمان شهلا داره گل دختری تاجی که با عجب گفتاری زیبا داره گل دختری تاجی که جان صد خشبون پر پر زلفان زرفشانی را سلسله جنبان بدخشانی را ابرو کمان دختری حسانی را خنده مستانه کلابی را جلوه های دخترکای غر میره جلوه های دخترکای غر میره جلوه های دخترکای غر میره ای در تحکی بید یک تا سفید در تحکی بید یک تا سفید میگن که نداره یار مایه به امید میگن که نداره یار مایه به امید ای کم بغلی خلینگ ندارم چی برم ای کم بغلی خلینگ ندارم چی برم دارم دل پرزیش دل مبوبره دارم دل پرزیش دل مبوبره ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار چون که تو دیدم ببری روی تو چون که تو دیدم ببری روی تو زلفی سیاه حلقه بمانندی ما زلفی سیاه حلقه بمانندی ما ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار کوگکی وحشی شدم در غمت کوگکی وحشی شدم در غمت نیست بمانند تو کبکی ایان نیست بمانند تو کبکی ایان ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار آه از آن روز نبینم تو را آه از آن روز نبینم تو را گریه کنم در قدم زار زار گریه کنم در قدم زار زار ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار ای سنمی سر بی تدی گلوزار بارو خیزه بای تو گلها قطار چون که تو دیدم ببری روی تو چون که تو دیدم ببری روی تو زلفی سیاه حلقه بمانند ما زلفی سیاه حلقه بمانند ما زلفی سیاه حلقه بمانند ما یک جان تشکر سلامت باشید در حقی تاجگاه باشین و دمشالی مهمان شیدای به ما جنابی عالی مهمان شیدای به ما جنابی عالی ما آمده ایم همه به پیشوازی شما خوش آمده ای بیا جنابی عالی خوش آمده ای بیا جنابی عالی در حقی تاجگاه باد آباد کاری کارخانه و راه روا همه گلکاری کارخانه و راه روا همه گلکاری با آمدنی شما عزیزی میلاد خرسندی و شادی میکنه بسیاری خرسندی و شادی میکنه بسیاری پیشوای وطن خدا مددگاری شما این نام
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه تاجیک‌آباد بینای نوی معموری شبکه‌های برق ناحیه را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مذکور در دایره تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده از دو آشونه عبارت میباشد. مساحت عمومی زمینی برای ساختمان انشاء جدا گردیده 601 را تشکیل داده. خود بنا در میدان 501 ساخته شده است. بینای معموری شبکه‌های برق را با فرمایش شرکت سهامی خلدینگی کشوده برق تاجیک، شرکت‌های ساختمانی محلی با صفت بلند و جوابگو به طلبات معاصر بنیاد و با تمام تجهیزات کاری مجهز نمودند. در آشیانه یکم بنا اتاق تکنیکی آموزشی، آزمایشگاه و حجره‌های کاری نظارتچیان جایگیر بوده. قبط دوم بنا از اتاق‌های کاری مأموریت، مشورتگاه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت میباشد. گرد و اطراف بنا با درختان سایه افکن و گل‌های موسمی آرای یافته، تمام راهرو و گذرگاه‌های آن سفالک‌پوش و چراغان کرده شده است. همچنین برای میزارجان در صحن بنا دو ایوانچه معاصر نصب گردیدند. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کار ساختمانچیان بهای بلند داده، مسئولین را برای خدمت صافدلانه و صادقانه به نفع دولت و ملت هدایت نمودند. همچنین از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان شبکه‌های برق ناحیه دو افراماشین خدمتی وابسته به ریلیف منطقه تقدیم گردید. قابل ذکر است که پیش از به استفاده دادن بنای نو کارمندان شبکه‌های برق ناحیه با چنین امکانیت و شرایط معاصر کاری دسترسی نداشتند. با استفاده سپردن بنای نو را در عرفه تجلیل 22مین سالگرد جشن وحدت ملی، کارمندان و مسئولین شبکه‌های برق ناحیه تحفه ارزنده پیشوای ملت خوانده ابراز داشتند که من بعد نیز کار را در سمت تامین اهالی با نیروی برق خوش‌صفت جانب می‌کنند و در پیشرفت جامعه حصه‌گذاری می‌نمایند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد همچنین میدان پرچم و نشان دولتی را مورد بهره برداری قرار دادند. میدان پرچم و نشان دولتی در مساحت عمومی 130 گکتار بنیاد گردیده، قامت افروختن این رمزهای دولتداری به سیمای ناحیه شکوه و شهامت نو ضم می‌نماید. قابل به ذکر است که تا این دم در ناحیه تاجیک‌آباد چنین مکان استراحتی و فراغتی موجود نبود. اکنون باغ پرچم و نشان دولتی برای استراحت و فراغت ساکنان ناحیه امکانیت خوبی فراهم می‌آورد. بلندی پرچم 35 متر را تشکیل داده، درازی و پهنایی متای آن 10 به 5 متر میباشد. پایه نشان دولتی 18 متر را تشکیل می‌دهد. کارهای بنیادی در میدان پرچم و نشان دولتی اوایل سال 2019 آغاز گردیده، در مدت کوتاه و با صفت بلند به اتمام رسانیده شده. اثنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از صفت کارهای انجام یافته اظهار قناعتمندی نموده، قامت افروختن پرچم و نشان دولتی را در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد اقدامی نیک ارزیابی کردند. مورد ذکر است که انشاءات مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و جلب صاحبکاران وطن دوست بنیاد یافته به کارهای ساختمانی متخصصان محلی جلب گردیدند. همچنین در نزد میدانچه پرچم و نشان دولتی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با جریان بنیاد باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه از نزدیک شناس شدند. اطلاع داده شد که باغ مذکور در مساحت 203 گکتار بنیاد گردیده، برای استراحت ساکنان خصوصا کودکان پیش بینی گردیده است و مکان اساسی برگزاری چرابینی‌های فرهنگی و فراغتی ناحیه خواهد شد. طرح و سیمای باغ بنیاد شونده پورا به معیارهای معاصر جوابگو بوده، در رفت رنگ و بارکنی و آرایش آن اصولهای ملی نیز استفاده می شود. در نظر است که باغ مذکور تا استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا ساخته شده، بعد به استفاده دادن آن نزدیک 20 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می گردند. در ادامه سفر کاری به ناحیه تاجیک‌آباد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از رفت برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی دیدن کرده، با نشأونمای زراعت‌ها در خواجگی دهقانی قلعه شناس شده. در نمایشگاه نمونه محصولات کشاورزی از جمله آلوچه و گیلاس، توت زمینی، قلفینه و نوهای پیشپزک زردآلو که این شب و روز در این منطقه کوهستان مملکت پخته رسیدند به معرض تماشا گذاشته شدند. همچنین در این نمایشگاه محصولات دیگر به مانند گوشت، محصولات شیری و نوهای گوناگون نان که در حدود این ناحیه استحصال کرده میشوند به معرض گذاشته شد. نمایش هنرهای مردمی نشان داد که ساکنان این منطقه دوردست با مهارت بلند کدبانگی و پزندگی، دوزندگی و دیگر هنرهای دستی در قلمرو جمهوری نام برآوردند و نمونه هنرهای دستی آنها وسیله خوب جلب سیاحان خارجی نیز میباشد. اینچنین ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای دستی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کار زنبور
امور اصلپرور ناحیه توجه مخصوص ظاهر کردند. با سرور دولت اطلاع دادند که عین زمان در ناحیه تاجیک‌آباد بیشتر از 6000 عائله زنبور اصل پرورش کرده می شود. کارتوشکا زراعت اساسی و برای دهقانان ناحیه درآمدناک به حساب می رود. امسال در ناحیه میدان کشت عمومی کارتوشکا به 1085 گکتار رسانیده شد که نظر به سال 2018 زیادتر است. بعد از اشتراک در نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی و آشنایی با فعالیت خواجگی دهقانی قلعه، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در منطقه نوسنجی محصولات کشاورزی در موضع سریپول ناحیه با دایره وسیع ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد ملاقات کردند. ضمن سخنرانی سرور دولت ساکنان این منطقه دوردست جمهوری را به مناسبت سالگرد نوبتی روز وحدت ملی تهنیت گفته همه اقدامات سازندگی و زندگی شایسته مردم را ثمره صلح و ثبات سرتاسری معنی داد کردند. در انجام ملاقات ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد با پیشوای ملت برای تلاش‌های خسته‌ناپذیر در راه تامین زندگی ارزنده به هر فرد تاجیکستان عرض سپاس و مینه‌داری کردند.